میگن گفتگوی با خدا باید خیلی صادقانه و صمیمانه باشه، چون خدا از رگ گردن به آدما نزدیک‌تره دیگه. من این صداقت و صمیمیت رو توی شعر خلیل جوادی دیدم که میگه سلام خدا، خدای کل هستی، خدای عقل و هوش و عشق و مستی، اسب خدایی تو حسابی تاختی، یه هفته‌ای کل کراتو ساختی. من دارم از بچگی فکر میکنم، کرات کهکشون رو چک میکنم، بعد 1000 تا انفجار و لرزش یه ذره مو نرفته لایه درزش. میخوام یه بار همین جوری خدایی یه خورده اختلاط کنیم دوتایی. کلی سوال توی ذهنمه، سرم داره میترکه، جا کمه. گفتم اگه وقتشو داشتی از دم هرچی سواله از خودت بپرسم. رفتی رو سقف آسمون نشستی، برای ما سفیر میفرستی، اونم نه در حد 3 تا 4 تا، یهو 124,000 تا. خودت که ایو نقص ما رو دیدی، از اولش درست میآفریدی. یه عالمه جونور آفریدی، کرگدن و اسب و خر آفریدی، به سوسک و پشه کلی حال دادی، به هر دوتاشون پر و بال دادی. نوبت خلقت که به آدم رسید، یک دفعه‌ای بال و پر ته کشید. الان میگی من به تو عقل دادم که هیچ کیم نداره غیر از آدم. پیش خودت نگفتی این کار بده، عقل بدی به هیچی هم قد نده. آدم و سختی که خرابش کنی، از تو بهش یهو جوابش کنی. به خاطر یه سیب نیم خورده کی آبروی بنده ای رو برده. قربون قدرتت، تو که خدایی، اول و آخر بزرگیایی. خودت بهش کلی ماشالله گفتی، وقتی که ساختی باریکلا گفتی. میخواستی شوتش کنی روی زمین، پس چرا گفتی احسن الخالق؟ روی زمین ببین چه غوغاییه، کارای بنده ها تماشاییه. 200 تومن دست فقیر میذارم، توقع کل بهشتو دارم. چی میشد اصلا تو بهشت نداشتی؟ خلقو به حال خودشون میذاشتی. الان تو دنیا کلی کار زشته برای رفتن به همون بهشته. دست یه عده آدم طمعکار، یه عده دیگه شدن گرفتار. آخه بهشتت هم که چیزی توش نیست، فقط 4 تا نهر توی پردیس. شیر و شرابش هم که توی جوبه، باز همین که هست خیلی خوبه. چقدر میشه رفت لب چشم آب خورد؟ چقدر میشه فقط نشست شراب خورد؟ راستی شراب و حوری و میکده اونجا خوبه، پس چرا اینجا بده؟ شنیدم اونجا بی فرودگاهه، بدون جاده و بزرگ راهه. میگن بهشت کامپیوتر نداره، یعنی هر کی بخواد خودش باید بیاره. اصلا وقتی وسایل رفاهیش کمه، پس چرا تبلیغ میکنن این همه؟ میبینی بنده ها چی کار میکنن؟ همدیگر رو هی لت و پار میکنن.